چند ماهی به انتخابات سراسری روستا مانده بود که در سایه‌سار بیت کدخدا آقا برای آن دسته از اهالی که هیچ وقت حوصله قیر دادن نداشتند یک ساختمان مسکن قیری در بالا تپه ساخته شد. های صاحب خانه، هیچ میدانی بتون آرمه های این ساختمان قیری به بتون آرمه های بیت کدخدا آقا نزدیکتر است؟ پس برو قیر بده و حالش را ببر. های صابخونه، های صابخونه، هیچ میدونی اگه اقساط این ساختمون رو به موقع پرداخت کنی 99 سال دیگه صاحب این خونه خواهی شد. ای خدا. خب پس برو قیر بده و حالشو ببر. ای خدا. آی صابخونه، آی صابخونه، هیچ میدانی که انتخابات روستا نزدیک است و در کنار این ساختمان یک شعبه رأیگیری قرار خواهیم داد. پس برو قیر بده و حالشو ببر. آی صابخونه، آی صابخونه، هیچ میدونی که قیر دادن جایز نیست ولی برو حالشو ببر. و مسئولین متوجه شدند که عامل اصلی نزول بلا و تخریب خانه ها قیر دادن است. پس تصمیم گرفتند این بار نزدیک انتخابات روستا که شد به جای مسکن قیری مسکن گلی بسازند. آقا ببخشید، این مسکن گلی که الان گفتین رو کجا میشه ثبت نام کرد؟ هنوز زوده، بذار نزدیک انتخابات روستا که شد به اطلاع عموم اهالی روستا خواهد رسید. بله.